کابل مناطق زیادی دارد که هر منطقه آن نفوذ زیادی را نیز در خود گنجانیده است. یکی از مناطق مشهور و محبوب کابل بهارستان کابل است. بهارستان کابل از نام سینمای این منطقه گرفته شده است. سینمای بهارستان یکی از پرآوازه ترین سینماهای شهر کابل بود که اکنون ویران شده است. سینمای بهارستان در منطقه در ناحیه دوم شهر کابل بود که سینمای دیگر در آنجا وجود ندارد. ساکنان این منطقه از سینماهای بهارستان میگویند. از رونق آن در زمان گذشته که هم کسب و کار دی را رونق داده بود و هم اشتیاق برای افراد تحصیل کرده و جامعه بود. بعض از افراد بزرگسال این منطقه هنوز حضرت گذشته را بدل دارند و میگویند شبها با خانواده به سینما میرفتند. سینما امنیت بود و همه چیز رونق داشت. مردم شاد بودند و تا دیر وقت شب سینما باز بود. آنان تاریخچه فعالیت این سینما را لحظه به لحظه در سینه دارند و میگویند که در زمان داوود خان بیشترین فیلم های هندی به نمایش گذاشته می شد و بعد در زمان حزب دموکراتیک خلق مقام های دولتی سفارش می دادند که فیلم های روسی نیز نمایش داده شود. بهارستان کابل یکی از مناطق پرنفوذ شهر کابل است که آیسکریم آن شهرت بسزایی دارد. به گفته مردم شهر کابل آیسکریم بهارستان را در هیچ جای دیگر نمی توانید پیدا کنید. گذشته از آیسکریم، منطقه بهارستان دارای خیاطان زبردست و عالی هستند که در کابل نامزده می باشند. پارک زیبای بهارستان نیز بر زیبایی این منطقه افزوده است. بهارستان در قلب کابل موقعیت دارد که از شهر آرا به طرف کارتی پروان امتداد دارد. مردم این منطقه میگویند که در سالهای اخیر وقتی که سینما باز بود فقط نوجوانان به سینما می آمدند، اما آمدن آنها هیچگاه نتوانست به قول 800 چوکی سینما را همانند قبل پر کند و حسرت بازار سیاه شدن تکت ها بر دل او ماند. دیگر نه سینما کار داشت و نه کارکنان سینما کار داشتند. بعض از مردم این منطقه سینمای بهارستان را هویت این منطقه می‌دانند و میگویند که مردم بهارستان را به سینمای آن میشناسند. مردم قدیم سینما را دوست داشتند، اما مردم مدرن و یا نوجوانان بیشتر به خاطر تفریح و آیسکریم خوردن به این منطقه میآیند. قصه سرنوشت سینمای بهارستان زیبا و دردناک است. بهارستان یکی از مناطق زیبا و محبوب شهر کابل می باشد. بازار بهارستان کابل نیز پر رونق و پر جمع جوش است.
و همانند فروشگاه کابل دارای اجناس خصوصا لباس ها و پوشاک زیاد می باشد و فروخته می شود. افراد از سراسر کابل به خاطر خریداری به این منطقه می آیند.